سلام، به کانال بدونیم خوش اومدین. با قسمت دوم آموزش قوانین کار در خدمت شما هستیم. امروز قراره انواع مرخصی و انواع مأموریت رو با هم یاد بگیریم. پس با ما همراه باشین. خب در ابتدا میخوام در رابطه با انواع مرخصی با شما صحبت کنم. اولین مرخصی استحقاقی هستش. مرخصی استحقاقی سالانه 1 ماه با احتساب 4 جمعه هست و همچنین پایان هر سال 9 روز از این مرخصی ذخیره میشه و به سال بعد منتقل میشه. مرخصی بعدی مرخصی ساعتیه. مرخصی ساعتی جزئی از مرخصی استحقاقی ماست که ما میتونیم از این مرخصی در طول روز به صورت ساعتی استفاده کنیم. مرخصی بعد مرخصی استعلاجیه. هر پرسنل در طول سال میتونه 3 روز از این مرخصی در صورت بیماری استفاده کنه. مرخصی بعدی مرخصی بیماریه. اگر طول درمان بیماری یا حادثه‌ای که برای شما رخ داده بیش از چند روز باشه، میتونید از این مرخصی استفاده کنید. با این تفاوت که بیمه و حقوقتون رو سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه. مرخصی بعدی مرخصی تشویقیه. هر پرسنل در صورت ازدواج یا تولد فرزندشون میتونن از 3 روز مرخصی تشویقی بهره ببرن. مرخصی بعدی مرخصی معذوریت فوته. هر پرسنل طبق قانون کار در صورت فوت بستگان درجه 1 مثل پدر، مادر، فرزند و همسر میتونه 3 روز از این مرخصی استفاده کنه. مرخصی بعدی مرخصی بدون حقوقه. هر پرسنل با توافق کارفرما میتونه از این مرخصی استفاده کنه. با این تفاوت که قراردادش به حالت تعلیق در میاد و همچنین بیمه‌اش رد نمیشه. مرخصی بعدی مرخصی زایمانه. طبق قانون کار مرخصی زایمان 9 ماه هستش که بعد از پایان این مرخصی کارمند میتونه به کار قبلیش برگرده. همچنین کارفرما به ازای هر 3 ساعت کار نیم ساعت فرصت شیردهی در اختیارشون قرار میده. خب بریم با هم انواع مأموریت رو بشناسیم و یاد بگیریم. اولین مأموریت ساعتیه. طبق این مأموریت اگر پرسنل به جایی نزدیک از محل کارش اعزام بشه، بهش مأموریت ساعتی تعلق میگیره. توی این مأموریت به شما هیچ مزایایی تعلق نمیگیره و فقط جزئی از ساعت کار عادیتون محسوب میشه. اگر شما خارج از ساعت اداری مأموریت ساعتی برین، بهتون اضافه کار تعلق میگیره. مأموریت بعدی مأموریت روزانه است. توی مأموریت روزانه اگر پرسنل حداقل 50 کیلومتر از محل کارش دور بشه و یا حداقل 1 شبانه روز در محل مأموریتش اقامت داشته باشه، بهش مأموریت روزانه تعلق میگیره. توی مأموریت روزانه به شما حق مأموریت داده میشه که برابر با 1 پای حقوق روزانه‌تون. مأموریت بعدی مأموریت خارجیه. اگر پرسنل بابت انجام امور محوله‌شون به خارج از کشور اعزام بشن، بهشون مأموریت خارجی تعلق میگیره که برابر با 2 پای حقوق روزانه‌شون. اینو در نظر داشته باشین که پرداخت حق مأموریت یک توافق بین کارگر و کارفرماست. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً ما رو سابسکرایب کنید تا یار همیشگی کانال بدونیم بمونید.